سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور با استفاده از SMS وارد اپلیکیشنتون بشین. این پروژه‌ای هم که داریم همینه، خیلی پروژه ساده ایه. تو هوم پیجش یه باتن داریم که ما رو وارد صفحه لاگین میکنه. اینجا شماره تلفنمون رو وارد میکنیم. روی ورود که کلیک میکنیم یه چند ثانیه طول میکشه، یه SMSی برامون به موبایلمون ارسال میشه و کد احراز رو که اینجا وارد میکنیم، بعد از ورود وارد دوباره صفحه هوم پیج میشیم و میبینید که محتوای صفحه هوم پیج هم تغییر کرده. برای مثال من اگر روی خروج کلیک بکنم میبینید که دوباره محتوای صفحه تغییر میکنه. خب برای این پروژه ما باید یه سرویس SMSی داشته باشیم. من از ملی پیامک استفاده میکنم. سرویس های مشابه دیگه ای هم هست، همشون شبیه همن، تقریبا خدمات مشابه دارن، خیلی هم با هم فرقی ندارن. فقط مسئله‌ای که وجود داره یک نکته‌ایه، اونم اینه که ما برای SMS باید از خطوط خدماتی استفاده بکنیم، ولی خطوط خدماتی رو زمانی میتونیم استفاده بکنیم که یک سایتی هم داشته باشیم، یه سایت واقعی باشه، کارشناسای ملی پیامک یا هر سرویس دیگه بتونن برن اون سایت رو بررسی بکنن، بعد به ما اجازه بدن که از این خطوط خدماتی استفاده بکنیم. این خطی که الان داریم ازش SMS ارسال میکنیم زیاد کاربردی نیست، یه سری محدودیتایی داره، به یه سری خطا ارسال نمیشه. یکی دیگه از محدودیتایی که مثلا داره فقط بین ساعت 8 صبح تا 10 شب کار میکنه. الان اگه این ساعت رو اینجا ببینید، این گوشه پایین ساعت 7 شبه، بعد از این ساعت دیگه کار نمیکنه. برای همین نمیشه واسه لاگین حداقل ازش استفاده کرد. شاید بشه واسه مثلا تبلیغات و اینها استفاده کردش، ولی به درد لاگین یا SMS های OTP فکر نمی‌کنم کاربردی باشن و تو پروژه واقعی اصلا کارایی ندارن. ولی فعلا ما باید اینکه آشنا بشیم، خب از این خط میتونیم استفاده بکنیم. یک مقدارم هزینه داره، حتما باید اون هزینه رو پرداخت بکنیم که بتونیم از این خدمات استفاده بکنیم، ولی فکر میکنم یه پنل رایگان هم داره. این پایین نوشته 3 روز تست رایگان که فکر میکنم اینطوری هم میتونین تستش بکنین، ولی خب هزینهش اصلا زیاد نیست. فقط نکته‌ای که میمونه و نهایتا مهمه، این تکسی که اینجا هست و اگر دقت بکنین یه الگوی به خصوصه که برای خطوط خدماتی استفاده میشه، ولی ما خب که خط خدماتی که نداریم، از این الگو هم استفاده نمی‌کنیم. زمانی که شما می‌خواید از یک خط خدماتی استفاده کنید، حتما باید این الگو رو برای ملی پیامک ارسال بکنید، اونها تاییدش کردن، بعدش میتونید استفاده بکنید. ولی برای خطای ساده ببینید یک کنسول داره، حتی خطوط خدماتی رو هم تو همین کنسول میتونید استفاده بکنید. اینجا تو بخش OTP که تشریف بیارید، بریم میتونید یه خط رو استفاده کنید که خط اختصاصیه به اصطلاح، و من یه الگویی هم اینجا نوشتم، فقط نوشتم کد تایید. این کد خودش تعیین میکنه واسمون، ببینید میتونه کم و زیاد باشه. این تست هم که خب من یه تست فقط نوشتم، اوکی. ولی اگه بخوام بذارمش رو خط اشتراکی یا خدماتی و وقتی ذخیره رو بزنم میره برای بررسی، این مطمئنا رد میشه چون هیچ سایتی من اینجا ننوشتم و برای همین دوباره میذارمش رو اختصاصی، ذخیره رو میزنم و سریعا تایید میشه، چون خط اختصاصیه و زیاد مشکلی هم نداره. نکتهش اینه که فقط به این ساعت 8 تا 10 شب کار میکنه. برای خطوطی هم که پیام تبلیغاتیشون رو بستن این SMS‌هاش نمیره. این نکته هم وجود داره. خب قبل از اینکه نکست رو نصب بکنیم، من یه چیزی رو مثل همیشه بگم. من از پکیج منیجر NPM استفاده میکنم، ولی خب میدونم اکثر شما از NPM استفاده میکنید. اگر میخواید مثل که من از PNPM استفاده کنید، حتما باید این دستور رو بنویسید و PNPM رو روی حالا کامپیوترتون نصب بکنید. اگر هم نخواستید بازم مشکلی پیش نمیاد، فقط هر جا که من می‌نویسم PNPM شما از NPM استفاده بکنید، هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. اوکی، بریم سراغ نصب نکست. خب من یک دایرکتوری جدید درست کردم. در ترمینال با هم دیگه می‌نویسیم PNPX، عذرخواهی می‌کنم، PNPX create
next app at latest. ابتدا چند تا سوال ازمون میپرسه. اولی رو مثل همیشه خالی میذارم چون میخوام تو همین دایرکتوری که ایجاد کردم به اسم next.js-sms-login تو همین دایرکتوری فایل ها برام جنریت بشه. نمیخوام یه پوشه جدید برام درست بکنه. اگر شما میخواین پوشه جدید براتون درست بشه فقط کافی اینجا یک اسم بذارین و خودش هم به ما my app رو سجست کرده. من فقط یک نقطه میذارم به معنی که این مرحله رو اسکیپ کن. تایپ اسکریپت بله میخوایم. ESLint نمیخوام. تیلوین برای استایل ها میخوایم. سورس رو نمیخوایم. اپ راوتر رو حتما میخوایم. الیاس هامون رو نمیخوایم تغییر بدیم. شروع میکنه به نصب شدن. من اینجا دیگه اسکیپ میکنم چون زمان میگیره. تا این در حال نصب شدن اینم بهتون بگم که کد ها سورس کد رو میتونید در گیت هاب من اگر بخواید بررسی بکنید. آدرسش هم اینجا من توی دیسکریپشن مثل همیشه میذارم. متاسفانه چون تازه دارم ویدیو میذارم نمیتونم تو خود دیسکریپشن بذارم. برای همین همیشه تو کامنت ها این لینک رو میذارم تا زمانی که حالا دیسکریپشن درست بشه دیگه تو دیسکریپشن آپدیت میکنم و تو دیسکریپشن میذارم. تمام سورس کد رو میتونید اینجا بررسی کنید. خب نصب Next.js به اتمام رسید. ببینید برای من 6 دقیقه و 51 ثانیه طول کشید. این خیلی غیر معموله. معمولا دیگه خیلی میخواد طول بکشه 2 دقیقه است یا 3 دقیقه است. برمیگرده به اینترنت دیگه. اگر برای شما هم خیلی طول میکشه نگران نباشید. روالش به همین صورته. گاهی اوقات اینطوری میشه و خیلی طولانی میشه. باید صبر بکنید که انجام بشه. یه سری کارهای اولیه رو انجام میدیم. فقط یک نکته رو بگم. من دیگه فونت رو اینجا ست نمیکنم. فونت رو یک بار تو ویدیوی اول گفتم. ویدیوشو توی کارت میذارم. خودتون برین فونت رو اونجا تو ویدیوی اولم ببینید. اینجا دیگه من تنظیمات فونت رو نمیگم. فقط یه کاری که میخوایم بکنیم اینه که در next config چون میخوایم از اکشن استفاده بکنیم اینها رو بنویسیم. experimental و server action رو میخوایم true بذاریم. در اپ لیاوت هم اینو ببندم. میخوایم اینو نیاز نداریم. تنظیمات فونت رو گفتم دیگه. برید خودتون ببینید. اینجا فقط من زبان فارسی میکنم. دایرکشن HTML مونم right to left. صفحه page.js هم یا هوم پیج مونم فقط میخوام RFC میسم هوم پیج. فعلا همین. خب حالا بریم بعد از این پریزما و دیتابیسمون رو کنفیگرش رو انجام بدیم و بعد از اونم میریم سراغ next آز. در نهایت هم میریم سراغ SMS و ساختن صفحه های ورود. خب برای اتصال به دیتابیس ما باید 2 تا پکیج در پروژهمون نصب کنیم به اسمهای پریزما و پریزما کلاینت. برای این کار می‌نویسیم npm add prisma و add prisma /client. این دوتا رو نصب میکنیم. در حالی که این دوتا دارن نصب میشن میریم به سایت liara.io. اگر حساب کاربری ندارید یک حساب کاربری ایجاد بکنید. برید به بخش دیتابیس ها، راه اندازی دیتابیس. من میخوام از دیتابیس پوستگرس استفاده کنم. شما میتونید هر دیتابیسی که دوست دارید انتخاب بکنید. یک مقدار نحوه اتصالش با پریزما متفاوته. میتونید برید تو داکیومنتیشنش ببینید. ولی خب پریزما همه دیتابیس ها رو پشتیبانی نمیکنه. اکثر اینهایی که اینجا وجود داره رو پشتیبانی میکنه. میدونم مانگو رو پشتیبانی میکنه. پوستگرس رو که اینجا میخوایم انجام بدیم. مای اسکیول هم میدونم پشتیبانی میکنه. پوستگرس رو فعلا انتخاب میکنم. یک اسم برای دیتابیس هم انتخاب میکنم. میذارم مثلا SMS. میخوام که از شبکه عمومی هم قابل دسترس باشه. پنل رایگان انتخاب میکنم. روی راه اندازی کلیک میکنم.
و دیتابیس هم ایجاد میشه. دیتابیس که ایجاد شد واردش میشیم، وارد تنظیماتش میشیم. از تب نحوه اتصال این استرینگ رو میخوایم کپی بکنیم. اوکی، برمیگردیم به VS Code. پریزما و پریزما کلاینت نصب شدم. یه چند تا دستور می‌نویسیم برای اینشال کردن پریزما. npm پریزما init. برامون یه پوشه درست میکنه به اسم پریزما و یه فایل به اسم schema.prisma به علاوه یک فایل .env هم برای ما ایجاد میکنه. در اینجا این اضافه ها رو پاک میکنم کاری ندارم باشون. این دیتابیس URL در واقع استرینگی که برای اتصال به دیتابیس استفاده میشه. استرینگی که از لیارا کپی کردیم و اینجا جایگذاری میکنیم. بعد میخوایم اسکیمامون رو تعریف بکنیم. تو ویدیوی اول بیشتر توضیح دادم، اگه میخوایم بدونید اونجا میتونید ببینید که اسکیما چیه و چطوری دقیقا کار میکنه. در واقع اسکیما مثل یک بلوپرینتیه که از روی اون تیبل های دیتابیس ما ایجاد میشه، اسکیمای پریزما. خب من این اسکیما رو دیگه اینجا نمی‌نویسم، شما میتونید از تو گیت هاب کپیش بکنید. من هم از توی همون گیت هاب خودم عیناً کپی میکنم. میبینید دو تا تیبل داره. یک تیبل یوزره که تیبل مهمیه و ما با این در واقع سر کار داریم. تیبل بعدی برای در واقع ورود با گوگل یا مثلا گیت هاب. من ورود با گیت هاب باز دوباره تو ویدیوی اول گفتم، اگر میخواین اونجا میتونید ببینید. چون من دارم از نکس آز برای آثنتیکیشن استفاده میکنم، این تیبل ها هر دوتاشون لازمه. ولی با اینکه اینجا ما کل دو تا تیبل داریم و چندین رو، مهمترین تو این پروژمون، فقط برای این پروژه مهمترین رو یا اون ردیفمون این فون نامبره. هیچ کدوم از اینا رو ما تو این پروژه استفاده نمی کنیم. همه اینها وقتی هر کاربری که ایجاد میشه تو دیتابیس نال خواهند بود. فقط همین فون رو استفاده می کنیم. دلیلی هم که همش رو نوشتم، خب بازم میگم این تیبل رو که کلا نکس آز احتیاج داره، این هم که از قبل بوده نخواستم تغییرش بدم. و اینکه این دیتا هم اینجا باشه که ببینید اینها هم وجود داره، ولی همشون آپشنالن. مورد آیدی آپشنال نیست و مورد فون. این دو آیدی رو خود دیتابیس برامون جنریت میکنه، فونو که خب باید کاربر وارد بکنه. بعد از این میخوایم برگردیم به ترمینال و این دستور رو بنویسیم. pnpx prisma migrate dev. در واقع با این دستور تیبل های ما از روی این اسکیمای ما ایجاد میشن. یک اسم میخواد برای مایگریشن، من خالیش میذارم، زیاد چیز مهمی نیست، خودش یک اسم جنریت میکنه براش و تمام شد. حالا با نوشتن دستور pnpx prisma studio میتونیم بریم تیبل هامون رو مشاهده بکنیم، بررسی بکنیم. اجازه بدین این انجام بشه و در آدرس لوکال هاست 5555 میتونیم یک رابط کاربری رو ببینیم که دقیقا همین خودش برامون باز شد که دو تا تیبلی که داریم و در اینجا بهمون نشون میده و این تیبل رو باز میکنیم. تمام اون ستون هایی که میخواستیم ایجاد شده و فقط این فونه که حتما باید وجود داشته باشه. مواردی که در انتهاش علامت سوال وجود داره به این معنیه که آپشنالن و کاربر میتونه اینها رو به سرور ارسال نکنه. در ادامه لازمه که یک پریزما کلاینت هم ایجاد بکنیم. یک پوشه درست میکنم به اسم libs، درونش یک فایل درست میکنم به اسم prisma.ts. اینو من کاملا باز کپی میکنم از گیت هابم. یه توضیح هم بهتون بدم. ببینید این یک راه حلیه که خود تیم پریزما ارائهش داده، تو داکیومنتیشنشون هست.
اگر نخواید از این استفاده کنید میتونید خیلی راحت پریزما کلاینت رو ایمپورت بکنید و استفاده بکنید، ولی ترجیحاً از این استفاده بکنید. این در Next.js یک سری خطاهایی پیش می اومد وقتی که بدون استفاده از این راه حل پریزما کلاینت رو ایمپورت میکردیم. برای همین اینها من این راه حل رو پیشنهاد دادم. اوکی، با درست کردن این فایل کار ما با پریزما تمومه. میتونیم بریم سراغ مرحله بعدی که نصب Next.az. برای Next.az لازمه یه پکیج نصب کنیم به اسم Next.az و یکی دیگه به اسم Prisma Adapter. این دوتا رو با نوشتن این دستور npm add Next.az و add next-az/Prisma Adapter. این دوتا رو نصب میکنیم و نصبش به پایان رسید. برای Next.az لازمه که ما یک API route داشته باشیم. ابتدا اون route رو با هم دیگه می‌نویسیم. در پوشه اپ من یک پوشه دیگه درست میکنم به اسم API. درونش یک پوشه دیگه درست میکنم به اسم az و در نهایت یک پوشه دیگه که درون دو براکت 3 تا نقطه Next.az. این دقیقا طبق داکیومنتیشن خود Next.az و حتما باید به همین صورت باشه. درون این پوشه آخر یک فایل داریم به اسم route.ts. خب اینجا با هم دیگه می‌نویسیم export const as option که تایپش Next.az option. تایپ این وریبل ما Next.az option خودش هم ایمپورت میشه. اول میریم سراغ ادپترمون که پریزما ادپتر. دقیقا پکیجش رو نصب کردیم و میخوایم اینجا پریزما کلاینتمون رو، پریزما کلاینتی که ایجاد کردیم و تو پوشه libs prisma.ts ما یک پریزما درست کردیم، اینو در واقع داریم اونجا پس میکنیم و اینجا میبینید که ایمپورت شده. بعد یک سیکرت داریم، سیکرت کی داریم که پروسس. اینجا میتونیم اینجا هارد کدش کنیم، مثلا بنویسیم سیکرت، ولی خب این راه درستی نیستش و تو پروژه ها این کار انجام نمیدیم. process.env.next_secret. اوکی، این رو هم میخوایم بریم توی این فایل .env و اینجا بنویسیم مثلا secret. اگر میخوای این امنیتش بالا بشه یه استرینگ خیلی بلند استفاده بکنید. تو اینترنت سایت هایی هستن که استرینگ های ایمن بلندی براتون جنریت میکنن، از اونها استفاده بکنید. بعد میخوایم پرووایدر ها رو مشخص بکنیم. این پرووایدر ها میتونن مثلا گوگل باشن، گیت هاب باشن یا کردنشال باشه که هم کردنشال SMS ما هم اینجا کردنشاله. می‌نویسیم credential provider، یک پرانتز باز میکنیم، درونش یک آبجکت باز میکنیم، نیمش رو میذاریم credential، بهتره بذاریم credentials. اوکی، بعد دوباره می‌نویسیم credential، البته با حرف کوچیک. اینجا من یک کامل نذاشتم. اینجا دیگه میخوایم دقیقا اون آیتمایی که واسه کردنشال رو میخوایم رو وارد بکنیم. ما میذاریم اسمشو فون. این فون هم از لیبل به اسم فون
و یک تایپ تشکیل شده که تایپش هم تکسته. اوکی، این میشه کردنشالمون. در ادامه می‌نویسیم بعد یک فانکشن بنویسیم async که اسمش هم authorize و کردنشالی که این بالا نوشتیم و درش پس میکنیم و بعد یک آبجکت باز میکنیم، یک سری شروطی می‌نویسیم، میگیم اگر credential .phone وجود نداشت return null. اوکی، بعدش میخوایم بریم توی دیتابیسمون بگردیم دنبال این شماره تلفن ببینیم یوزری همچین شماره تلفنی داره. const user await prisma.user.find unique میگیم where این باید آبجکت باشه phone برابر است با credentials.phone. بعدش باز یک شرط دیگه می‌نویسیم، میگیم یوزر اگر نبود دوباره نال رو برای ما ریترن کن. در نهایت اگر همه چیز اوکی بود برای ما یوزر رو ریترن کن. در ادامه میخوایم کال بک هامون رو بنویسیم. این کال بک ها بیشتر مربوط میشن به سشن و توکن جیسونمون. میگیم سشنمون آبجکت سشن هم در اینجا قرار میدیم return سشن رو اینجا اسپرد میکنیم بعد می‌نویسیم یوزر user سشنمون رو به این صورت برمیگردونیم. در ادامه کالبک JWT رو میخوایم بنویسیم. دوباره یک پرانتز باز میکنیم و یک آبجکت درش توکن و یوزر رو اینجا می‌نویسیم. ارو فانکشن رو تکمیل میکنیم، میگیم const u برای همون یوزر as unknown as user. این یوزر رو از پریزما کلاینت ایمپورت میکنیم. بعد میگیم if یوزر وجود داشت ریترن کن اسپرد توکن رو و در نهایت هم این توکن رو ریترن کن. بعد میخوایم تایپ سشنمون رو استراتژی سشنمون رو تعیین کنیم که اونم JWT و پیج لاگینمون هم میخوایم مشخص بکنیم ساین این. البته این زیاد هم مهم نیست ولی همون هوم پیج میذارمش. بعد دیباگ هم میخوایم بگیم process.env.node.env برابر development. زمانی که در environment development هستیم ارورها رو به ما نشون بده. در غیر این صورت خب در نهایت یک variable درست میکنیم به اسم handler و میگیم next as option رو درش پس میکنیم اسخای میکنم و میگیم export یک آبجکت که درش handler هست as get و handler as post. و یک خطای این بالا من دارم دریافت میکنم. این خطا به این دلیله که من هنوز این کردنشال رو از next as خودم ایمپورت نکردم
و اصلا متوجهش نشدم. credential دقیقا اینو کپی میکنم. و این خطا به این خاطره که اگر روش هاور بکنیم نوشته احتمالاً undefined و این امکان وجود داره. برای اینکه اینو حل بکنیم بعد از این یک علامت سوال میذاریم و اینجوری خطا هم رفع میشه. کار ما با راوت API راوت Next تموم شده. بعدش میریم سراغ ساختن فانکشن هایی که باش بتونیم کاربر رو ایجاد بکنیم و در نهایت کاربر به اپلیکیشنمون لاگین کنه. خب برای اینکه فانکشن ساخت کاربر و لاگینش رو انجام بدیم یک راوت جدید اضافه میکنیم به اسم login و درش یک فایل ایجاد میکنیم مثل page.tsx. ببینید برای هر راوت جدید حتما باید یک پوشه درست بکنید، در آنش یک فایل داشته باشید که اسمش حتما page.tsx یا jsx باشه. اینجا می‌نویسم rfc، یک فانکشنیه که ریترنش یک دیوش رو میخوام بکنم فرم، میخوام اتریبیوت داشته باشه، اینجا می‌نویسم فرم. خب ابتدا برای اینکه این page.tsx رو بنویسید من یک پکیجی احتیاج دارم به اسم react hook form. علاوه بر اون یک react icons هم احتیاج دارم. react icons زیاد مهم نیست ولی خب آیکونا شما میخوایم اون هم نصب میکنیم. npm add react hook form و react dash icons، این دوتا رو نصب میکنیم. هر دوتاشون نصب شدن. خب ابتدا من هلپر های react hook form رو اینجا ایمپورت میکنم با استفاده از هوک use form، ولی خب خودش به صورت خودکار ایمپورت نمیشه. بذارین دستی ایمپورتش بکنم. import use form from react hook form. هلپر هایی که میخوام ریجستر، هندل سابمیت، ریست و فرم استیت که از فرم استیت فقط ارور هاشون میخوام. و همینطور این به اصطلاح راوت کاملا کلاینت سایده و من اینجا یوز کلاینت رو هم قرار میده چون یه باتن داریم روش کلیک میکنیم، از هوک استفاده میکنیم. این فرم ما هر موقع که سابمیت انجام میدیم کاربر کلیک میکنه روی دکمه ثبت، دو تا فانکشن داره. یکی اسمش check فونه که یک فانکشن async هم هست، در واقع arrow فانکشن هست، async هم هست. فانکشن دوممون اسمش verify کد خواهد بود. اولی زمانی اتفاق میفته که کاربر شماره تلفنش رو وارد میکنه، بعد از اینکه شماره تلفنش بررسی شد، حالا اگر وجود داشت براش میفرستیم، اگر وجود نداشت یک کاربر جدید ایجاد میکنیم با اون شماره تلفن و بعد کد رو میفرستیم. دومی هم که کدی که کاربر وارد میکنه اسمسش رو دریافت میکنه وریفای میکنه. این فرم ما هم آن سابمیت خواهد داشت که از این هلپر هندل سابمیت یک هوک فرم استفاده میکنیم و میخوایم به صورت شرطی، به صورت کندیشنال با توجه به استیت فرممون یکی از این دو تا فانکشن رو استفاده بکنیم. برای این کار یه هوک جدید باید ایجاد بکنیم. مثلا use state و اسمش هم میذارم is step 2.
و به صورت پیش‌فرض هم فالسه. یوز استیت هم باید ایمپورت بکنیم. اوکی. حالا این is step 2 به چه معنیه؟ آیا مرحله دوم استیت فرممونه؟ مرحله دومش چی میشه؟ همون وارد کردن کد احراز. به صورت پیش‌فرض فالسه که خود به خود میشه مرحله یک. وقتی تروه میشه مرحله دو. چجوری ترو میشه؟ ما از این فانکشن استفاده میکنیم. هر جا میخوایم ترو باشه این فانکشن رو می‌نویسیم و این وریبل که به صورت پیش‌فرض فالسه رو به ترو تبدیل میکنیم. کلا یوز استیت این شکلیه. دو تا، حالا به شکل‌های دیگه هم میشه از یوز استیت استفاده کرد، ولی اخیراً اینطوری همه استفاده میکنن. یک وریبل داره که حالا میتونه هر چیزی باشه، حتما نات بولین باشه، و یک فانکشن داره که اون وریبل رو تغییر میده. حالا به صورت شرطی اینجا می‌نویسم is step 2 اگر تروسی بود verify code، اگر فالسی بود check فونو برای من انجام بده. اینجوری یک فرم می‌نویسیم، ولی خب دو تا کاربری داره در واقع این فرم. علاوه بر این استپ دوم فرممون، ما سه تا استیت دیگه هم نیاز داریم. اونها رو هم بذارین اجازه بدین درست بکنیم. use state، این یکی رو اسمش رو میذارم is submitting و این هم به صورت پیش‌فرض فالسه. استیت سوممون use state is phone number، این به صورت پیش‌فرض یک استرینگ خالیه و استیت آخرمون use state is vcode، این هم به صورت پیش‌فرض یک استرینگ خالیه. این استیت دومی که اینجا نوشتیم is submitting برای اینه که هر موقع فرممون در حال سابمیت شدن به سرورمونه کلا دیسیبلش کنیم، تروسیش میکنیم، فعالش میکنیم، is submitting رو true میکنیم، فرممون غیر فعال میشه. هر موقع سابمیشن تموم شد دور برش میگردیم به فالس. فون نامبر و is vcode واسه اینه که فون نامبرمون در یک، ببینید به صورت پیش‌فرض هر تا خالی ان، هیچ چیزی توش نیست. فون نامبرمون و اون کد احرازی که از سمت ملی پیامک برمیگرده رو در یک وریبلی ذخیره بکنیم، داشته باشیم. هر موقع کاری داشتیمشون، احتیاجی داشتیم، ازشون بعداً استفاده بکنیم. حالا که استیت هامون رو نوشتیم، بذارین ابتدا فرممون رو انجام بدیم، بعد میریم سراغ خود فانکشن ها. من دیگه کلاس ها رو، استایل ها رو اینجا نمی‌نویسم، کپی میکنم. شما میتونید از توی گیت هاب کپی بکنید. این استایل های خود فرممونه، خیلی ساده است، چیز خاصی نداره. اینجا به صورت شرطی میخوام دو تا اینپوت رو برگردونم. اگر استپ یک بود شماره تماس رو میخوام از شماره تلفن رو میخوام از کاربر. اگر استپ دو بود یعنی شماره تماس رو گرفتم، حالا دیگه کد احراز رو میخوام. میگم is step 2 به صورت شرطی. این در واقع بهش میگن ترنری اپراتور که یکی از سینتکس های خیلی آسونه در واقع جاوا اسکریپته. اگه جاوا اسکریپت مقدماتی رو یکم بخونید یا داکیومنتیشنش رو ببینید، با این سینتکس آشنا میشید. اینجا یک اینپوت میخوام برگردونم که تایپش تکسته، آیدی و نیمون احتیاج ندارم. اینجا هم همینطور یک اینپوت که تایپش تکسته، این هم آیدی و نیمو نمیخوام. در حال حاضر این اینپوت ها هیچ تفاوتی با هم ندارن، ولی خب الان وقتی تروسی باشه در واقع کد احراز رو میخوایم
و وقتی فالسی باشه اینجا که اینجا میشه شماره تماس رو میخوایم. پس بیاین از این اینپوت دوم شروع بکنیم. ابتدا میخوایم با یک هوک فرممون ریجسترش بکنیم. ریجستر رو می‌نویسیم، پرانتز باز می‌کنیم، می‌نویسیم فون نامبر. اوکی. و یک آبجکت هم باز می‌کنیم، میگیم require، حتما باید باشه، و یک استرینگی می‌نویسیم برای کاربر در صورتی که پرش نکرده باشه خطایی نمایش داده بشه. لطفاً شماره خود را وارد کنیم. اوکی. این ریجسترمون میشه. تایپش تکست، یک پلیس هولدر خواهد داشت. می‌نویسیم شماره تلفن و کلاس نیم ها باز من اینجا بازم کپی میکنم. برای اینپوتی که نوشتیم میخوایم اگر اروری وجود داشت ارورها رو برگردونیم. می‌نویسیم errors. ببینید خارج از این کرلی برکت ها دارم می‌نویسم. phone number میگیم and یک پاراگراف باز میکنیم. داخل این پاراگراف باز دوره کرلی برکت بک تیک رو میزنم. چرا؟ چون میخوام یک استرینگی داشته باشم که درونش کد بزنم. errors dot phone number dot message. اوکی. این پاراگراف من باز یک کلاس نمی خواهد داشت که من اینو کپی میکنم. چیز خاصی هم نیست، فقط رنگش رو قرمز میکنم. اینو بعدا کپی میکنیم، برای کد احراز هم می نویسیم. حالا میریم سراغ اینپوت کد احرازمون. ابتدا اون ریجستر رو می نویسیم. ریجستر در واقع اسپردش میکنیم. اسم اینو میذاریم یو کد یوزر. این هم require لطفاً کد احراز را وارد کنید. یک پلیس هولدر خواهد داشت. کد احراز و کلاس نیم هاشو که خیلی هم مشابه کلاس نیم اینپوت قبلی مونه، من اینجا پیست میکنم. خب این دوتا میشن اینپوت هامون. ارور ها رو دوباره من اینجا برمیگردونم، ولی این بار دیگه فون نامبر نیست، میگیم یو کد از اینجا کپی کنیم. بعد از این یک باتن خواهیم داشت که دو تا اتریبیوت داره. اولش دیسیبل که میگیم دیسیبلمون is submitting. هر موقع تروسی بود باتنمون رو دیسیبل کن. ما بقیش کلاس نیم های این باتنن که باز من اینها رو کپی میکنم. اگر خواستید شما هم کپی کنید گت ها رو باز کنید که همراه من کپی کنید. اگر میخواید بنویسید خب ویدیو رو پاز کنید و بنویسید. خب در داخل باتنمون ما دو تا اسپن خواهیم داشت که به صورت شرطی یکیشون رو برمیگردونیم. شرطی هم به این صورته که is step 2 علامت سوال پرانتز اول و پرانتز دوم. پرانتز اول میشه حالتی که تروسیه، پرانتز دوم حالتی که فالسیه. هر دوشون هم اسپن خواهند بود. اسپن
هر دوی این اسپن ها کلاس نیم های مشابهی دارن، چون دقیقا یک به اصطلاح تگن، هر دوشون یک کلاس نیم خواهند داشت. درونشون برای اولی می‌نویسیم ثبت کد، برای دومی می‌نویسیم ورود. در اینها یک آیکون هم خواهیم داشت که اون آیکون با توجه به سابمیت شدن فرم نمایش داده میشه. بذارین ابتدا این باتن رو ایمپورت کنیم. import cg spinner from react icons /cg. اوکی، اینجا می‌نویسم ثبت کد و این پایین می‌نویسم یک کرلی برکت باز میکنم چون خب شرطیه دیگه. is submitting، هر موقع is submitting true بود این استیت هم بالاتر ایجاد کردیم، میگیم and cg spinner / یک کلاس نیم خواهد داشت animate -spin. دقیقا اوکی، اینو کپی میکنم، اینجا هم همینطور ورود و پایینش آیکونو که میچرخه نمایش میدیم. این میشه کلیت فرممون. حالا میخوایم فانکشن ها رو انجام بدیم. اول میریم سراغ فانکشن چک فرم. خب این فانکشن یه سری دیتایی رو از فرم ما میگیره. این دیتا ها تایپشون هم فیلد values نه value که از ریاکت هوک فرم میگیریم. این بالا هم ایمپورت شد. اولین کاری که میکنیم میگیم set is submitting رو true کن. این چیه؟ این دقیقا این تمام این یوز استیت ها هر کدومشون یک فانکشن دارن برای تغییر وریبلشون. ما میگیم is submit و is submitting رو true بذار. زمانی که true میشن خب فرم ما استیتش تغییر میکنه، آیکونمون شروع میکنه به چرخیدن، آیکونمون نمایش داده میشه، باتنمون دیسیبل میشه. بعد کار دیگه که میخوایم بکنیم اینه که const یک وریبل ایجاد میکنیم به اسم phone number و این فون نامبر از دیتا دیسترکت میکنیم و باز می‌نویسیم const یک وریبل دیگه ایجاد میکنیم به اسم res یا result و میگیم await. اینجا جایی که ما باید یک اکشن ایجاد بکنیم، در اون اکشن یک فانکشنی می‌نویسیم و در اون فانکشن میریم دیتابیس اون رو بررسی میکنیم برای وجود فون نامبر. خب بذارین این اکشن رو بریم ایجاد بکنیم. اسمش حالا می‌نویسیم check phone action و این فون نامبر رو درش پس میکنیم. در حال حاضر خطا میده چون اصلا وجود نداره. من یک پوشه دیگه ایجاد میکنم به اسم actions، درش یک فایل ایجاد میکنم مثل check phone action.ts و خیلی اکشن ساده خواهد بود. use server export async function. میگیم فون رو دریافت میکنم که string، اسمش رو من فراموش کردم بذارم، check phone action. اینجا اسمش رو گذاشتیم
اینجا هم ایمپورتش میکنیم که این خطا برطرف شه. کاری که میکنیم می‌نویسیم const user await prisma dot user dot find unique، یک پرانتز باز میکنیم، درش یک آبجکت باز میکنیم، می‌نویسیم where و یک آبجکت دیگه ای باز میکنیم، می‌نویسیم font. هم یک کم پایین‌تر می‌نویسیم if user وجود نداشت. اگر وجود نداشت به چه معنی؟ یعنی که هیچ وقت این کاربر اولین بار داره با شماره موبایلش درخواست میده برای لاگین، پس ما باید بریم ایجاد بکنیم این کاربر. const new user برابر است با await prisma dot user dot create با چه دیتایی؟ باز هم با فون نامبر. من اینجا اسمش رو عوض کردم دیگه، نامبر نداره. چرا؟ چون تو دیتابیس ما فون نامبر نوشته نشد. اگه من اینجا مثلا نامبر ببین خطا میاد که and phone number does not exist in type. اوکی، برای اینه. این از خوبیای پریزما که اینها هم بهتون میگه و از اون اسم درست حتما باید اینجا استفاده بکنیم. if new user وجود داشت، یعنی با موفقیت ایجاد شد، return true. در غیر این صورت هم اگر کلا این یوزر وجود داشت، همون یعنی رفت و چک کرد قبلا دیده این یوزر ایجاد شده، باز هم return true. البته در یک اپلیکیشن واقعی ما نمیخوایم این کار انجام بدیم. اگر یوزر وجود نداشته باشه باید به نظر من هدایتش کنیم به یک راوت جدید، ازش یک دیتای کامل بگیریم، اسمش رو بگیریم، ایمیلش رو اگر لازم داریم بگیریم. ولی اینجا ما برای این پروژهمون چون فقط میخوایم با روند SMS آشنا بشیم، فقط همین دیتا اگر وجود داشت که چه خوب، براش برمیگردونیم، میگیم اوکیه و SMS رو ارسال میکنیم. اگر هم وجود نداشت یه دیتا جدید ایجاد میکنیم، یک یوزر جدید ایجاد میکنیم با شماره. کلا همین. برمیگردیم به page.tsx مون و ادامه فانکشنمون رو می‌نویسیم. اینجا میگیم if res وجود نداشت، ریزالتی وجود نداشت، کلا ریترن کن. اینجا ریترن، اینجا می‌نویسم ریترن یعنی فانکشن رو قطع کن، فانکشن رو متوقف کن. ولی اینجا ما می‌خوایم که یک اروری برگردونیم. اگر ریسپانسمون دچار مشکل شد، این ریزالتمون دچار مشکل شد، باید یک اروری برگردونیم. حالا اگر اوکی بود، تروسی بود، دیگه این اجرا نمیشه و ما میایم اون فانکشن هایی که میخوایم رو می‌نویسیم. اول از همه میخوام فرمم رو ریست کنم، بعدش میخوام بگم set is step 2 رو true کنم که استیت فرمم تغییر بکنه. حالا فرقی نداره، میتونیم ریست رو بعد از این کارم انجام بدیم، جای اینها رو میشه عوض کرد. بعد میخوام بگم const اینجا اسم این وریبل رو میذارم OTP، در واقع همون فانکشنیه که باش SMS ارسال میشه. من میگم await OTP. این باز هم در واقع یک فون نامبر. این فون نامبر هم که خب همین بالا گرفتم. این در واقع یک اکشن خواهد بود که در اون ما به ارزان به حضور شما به ملی پیامک یک ریکوست ارسال میکنیم که برای کاربر ما با این شماره یک کد احرازی بفرسته. اجازه بدین این فانکشن هم ایجاد بکنیم. باز در پوشه اکشن من یک فایل درست میکنم به اسم sms.ts. اینجا می‌نویسم use server. برای اینکه این ریکوست رو من به سرورهای ملی پیامک ارسال بکنم، ما باید یک fetch ریکوست بنویسیم. برای fetch میتونیم از خود همین fetch استفاده بکنیم یا از پکیج هایی که این کار برای ما انجام میدن. ما یک پکیجی وجود داره به اسم Axios که خیلی راحت تر با اون میتونیم fetch ها رو بنویسیم و برای همین هم ما لازمه که Axios اول نصب بکنیم. مثلا npm add Axios این رو نصب میکنم.
در واقع ما میخوایم به API ملی پیامک یک ریکوست ارسال بکنیم. این API هم راوتش رو از کجا میگیریم؟ از کنسول خود ملی پیامک میگیریم. در بخش توسعه دهندگان وب سرویس و اینجا روی ورود به کنسول کلیک میکنیم. اطلاعاتتون رو باز وارد بکنید. وارد کنسول که شدید، از بخش ارسال پیامک رمز یک بار مصرف رو کلیک میکنید. اینجا یک API وجود داره، اینو کپی میکنین و داخل اون اکسیوسمون مینویسیم و اکسیوس هم نصب میشه. اینجا یک فانکشن می‌نویسیم به اسم export async function، اسمشو میذاریم OTP و این فون نامبر رو دریافت میکنه که string. به کانس می‌نویسیم به اسم res یا result await axios رو باید اول import بکنیم. import axios from axios.post. این fetch request ما باید از تایپ پست باشه. get هست، post هست، put هست، delete هست. این تایپ های مختلف برای API به اصطلاح OTP یا رمز یک بار مصرف API باید تایپش پست باشه. اینجا اون به اصطلاح آدرس API مون رو قرار میدیم در یک string، بعد با یک کاما و یک آبجکت شماره ای که میخوایم رو قرار میدیم. حالا اینجا ما دیتایی ارسال نمیکنیم، اگر دیتایی هم بود باز تو همین آبجکت میذاشتیم. بعد این ارزم به حضور شما ریزالتی که برمیگرده یک سری اطلاعاتی وجود داره که اونها رو میخوایم destruct بکنیم. status text همه اینها رو از res destruct میکنیم و ریترنشون هم میکنیم و همشون هم ریترن میکنیم. data status و status text. حتی فقط دیتا رو احتیاج داریم چون توی اون دیتای ما که اون کد وجود داره، کد یک بار مصرف. API ملی پیامک یک SMS برای کاربر ما ارسال میکنه. در این ریزالت هم برای ما یک ارزان به حضورشون ریسپانس ارسال میکنه که اون کد برای ما هم بیاد و بتونیم احرازش کنیم. این OTP رو اینجا ایمپورت میکنیم و بعد دوباره ادامه فانکشنمون رو می‌نویسیم. اینجا اون فون نامبر و اون وریفیکیشن توکن یا کد یک بار مصرف هم در وریبل هایمون که اینجا تعریف کردیم قرار میدیم که بتونیم تو اون فانکشن بعدیمون هم استفاده بکنیم. set is phone number set is vcode. vcodeمون به این صورته که otp.data.code. این چیزیه که از ملی پیامک برای ما ریترن میشه. و در نهایت میخوایم بگیم set time out. بعد از گذر 1 ثانیه set is submitting رو دوباره میخوایم فالس بکنیم، ولی بعد از 1 ثانیه. البته این set time out اصلا چیز مهمی نیست، میتونید اصلا کلا بیخیالش بشید و فقط اینو بنویسید. اوکی، ولی من میخوام 1 ثانیه اضافه بکنم به سابمیشن فرمم که وقتی کاملا تمام شد مطمئن باشیم SMS هم برای کاربر ارسال شده. ولی خب چیز اصلا مهمی نیست. این میشه کلا فانکشن چک فونمون. میره فون رو بررسی میکنه، اگر کاربر وجود نداشت یک انتری جدید در دیتابیس براش ایجاد میکنه، نهایتا SMS هم براش ارسال میکنه. کاربر اگر بودم که فقط
SMS رو براش ارسال میکنه. بعد استیت فرم تغییر میکنه، از کاربر کد احراز رو میخوایم و حالا میخوایم فانکشن کد احراز رو بنویسیم. اینجا باز می‌نویسیم داتا که تایپش فیلد ولیوزه، این کانست میخوایم اون یو کد رو از دیتا دستراکت کنیم، کانست فون is، بعد یک وریبل ایجاد میکنیم برای فون نامبرمون is phone number. حالا چرا اینو میخوایم؟ این وریبل فون رو چرا میخوایم؟ اگر وریفیکیشن ما درست کار کرد و نتیجهش تروسی بود، میخوایم بالاخره کاربر رو ساین این کنیم دیگه، ببخشید لاگین کنیم دیگه. برای لاگین ما به شماره تلفن احتیاج داریم. اگر خاطرتون باشه در API راوت ما از فون برای لاگین در واقع میخوایم استفاده بکنیم، پس اینجا باید این شماره تلفن رو داشته باشیم. این شماره تلفن رو کاربر یک بار وارد کرده، ولی چون توی این فانکشن بوده ما دیگه نمیتونیم اینجا ازش استفاده کنیم. برای همین توی این استیت قرارش میدیم، در وریبل این استیت قرارش میدیم و اینجا در یک وریبل جدید میذارمش. حالا میتونم اصلا نذارم، کلا از همین ایز فون نامبر استفاده بکنم. صرفا خواستم اسمش رو یکم تغییر بدم، ساده ترش بکنم که خواناییش بهتر باشه. بعد از این میخوام یک وریبل دیگه ایجاد کنم به اسم verification و در این بگم یو کد آیا برابر است با is vcode. vcode رو دارم از کاربر میگیرم، is vcode رو از استیتی که این بالا ایجاد کردم میگیرم و این وریبل هم در چک فون قبلا توسط خودمون از ریترنی که API به ما داده ست میشه. اینجا میام این دوتا رو با هم دیگه برابر قرار میدم، میگم اگر اوکی بود، حالا نتیجهش هرچی باشه تو این وریفیکیشن ذخیره میشه. اگر برابر باشن این میشه تروسی، اگر برابر نباشن میشه فالسی. اینجا هم تایپش رو زده بولین. اینجا میام میمیسم if verification فالسی بود ریترن کن، کلا این فانکشن رو قطعش کن. اگر هم تروسی نبود خب ادامه بده، اسخای میکنم، اگر هم فالسی نبود در واقع تروسی بود ادامه بده و فانکشن ساین این next آزو ایمپورت میکنیم، میگیم با استفاده از credentials و این دیتایی که اینجا می‌نویسیم فون، یه کال بک هم براش می‌نویسیم که بعد از اینکه ساین اتفاق افتاد ما رو ریدایرکت کنه به اون، عرضم به حضور شما در واقع این یک کال بک URL. بعد از اینکه ساین اتفاق میفته اپلیکیشن ما رو هدایت میکنه به این آدرسی که اینجا می‌نویسیم. من هم اینجا هوم پیج نوشتم. برای اطمینان اینجا ریست هم می‌نویسم که فرممون ریست هم بشه. ولی خب کلیت فانکشن اینه، بخش مهمش رو نوشتیم، فقط یک هوم پیج مونده. اون هوم پیج هم باید آماده بکنیم. در این هوم پیج هم چیز خاصی وجود نداره، سریع با هم می‌نویسیمش. خب اول میخوام سشنمون رو در یک وریبلی به اسم سشن ذخیره بکنم و در یک سرور کامپوننت هم میتونم سشن رو با get session با پس کردن آز آپشنی که قبلا از API مون ایجاد کردیم دریافت بکنم. این هم حتما باید async باشه. اوکی. و بعدش میخوام ریترن بکنم. بعدش اینجا می‌نویسم if سشنم در واقع فالسی بود ریترن کن یک کامپوننتی به اسم no user. این no user هم هنوز درستش نکردم. اگر هم تروسی بود کامپوننتی رو به اسم
there is user. اینو ریترن کن. این کامپوننت ها رو هم بریم با هم دیگه بسازیم. یک فایل ایجاد میکنم، در همین اپ راوتر هم ایجاد میکنم و چون فقط page.tsx که در هر پوشه به عنوان اون کامپوننت اصلیه و ریترن میشه ابتدا، اینو میتونم هر اسمی بذارم، کامپوننت هم اینجا بذارم. قبلا میذاشتیمش توی یک پوشه مخصوص، اینجا چون همین یه دونه کامپوننت رو خواهیم داشت هماشو همینجا می‌نویسم. اسمش هم میذارم هوم پیج components. عذرخواهی میکنم انتهاش فایلش رو بذارم .tsx. اوکی، این چون باتن خواهد داشت یوز کلاینت رو درش می‌نویسم و اینجا اول export const no user و این فانکشن ریترنش میشه یک div. خب دیگه کلاس نیم هاشو من کپی میکنم مثل همیشه، درونش یک دیو دیگه خواهد بود. کلاس نیم این هم من کپی میکنم، درونش می‌نویسم ابتدا وارد شوید. زیرش یک آیکونی هم میذارم به اسم BI solid error circle. اینو باید ایمپورت بکنیم، از همون ریاکت آیکون استفاده میکنیم. ایمپورت react icons /bi. اینجا من یک اشتباهی کردم، این سی باید با سی کوچیک باشه. اسلش کلاس نیمش هم باز من کپی میکنم، کلاس نیم خاصی نداره، فقط رنگش رو قرمز میکنم. زیر این دیو یک لینک خواهیم داشت. داخلش می‌نویسیم ورود. کلاس نیم هاشو من کپی میکنم، href این لینک هم صفحه لاگ اینه. اوکی، این میشه کامپوننت نو یوزرمون. بریم اینو ایمپورت بکنیم اینجا و حالا کامپوننت there is user رو میخوایم ایجاد بکنیم. این هم میایم پایین می‌نویسیم export. دقت بکنید من دارم در یک فایل دو تا کامپوننت رو اکسپورت میکنم. این کارم میتونیم بکنیم، میتونیم در یک فایل مثلا همین هوم پیجمون که اینجا فقط یه دونه اکسپورت دیفالت داریم و یک کامپوننت رو داریم درش ریترن میکنیم، ولی در اینجا ما دو تا کامپوننت رو داریم ریترن میکنیم و اکسپورتش هم دیگه دیفالت نخواهد بود. اکسپورت اینها اکسپورت خالیه. const there is user این کامپوننت هم یک دیو ریترن میکنه. هم مجددا کلاس هاشو کلاس نیم هاشو برای استایل و پیست کپی میکنم از گیت هاب. درونش یک دیو دیگه داریم، این رو هم کلاس نیم هاشو کپی میکنم، درونش می‌نویسم شما وارد شدید. زیرش یک آیکون باز میذارم اسم AI fill check circle. این رو
در این بالا ایمپورت میکنم، ایمپورت react icons /ai. کلاس نیم این آیکون رو هم من کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم. در زیر این دیو این بار یک باتن برمیگردونیم، داخلش می‌نویسیم خروج. این باتن ما یک سری کلاس نیم هایی داره، بذارید پیستشون بکنم. علاوه بر این کلاس نیم ها یه آن کلیک داره و در آن کلیک ما میخوایم یک فانکشن، یک ارو فانکشنی داشته باشیم که ساین اوت ریاکت آز رو انجام میده. وقتی کاربرش کلیک میکنه از اپلیکیشن خارج میشه. این رو هم در اینجا ایمپورت میکنیم. اپلیکیشن با pnpm run dev رانش میکنیم. میریم اینجا و میبینیم که برامون نمایش داده. این لینک ورود به صفحه لاگین رو نمایش میده و میگه که ابتدا وارد شوید، چون هیچ سشنی وجود نداره. وقتی روش کلیک میکنم وارد صفحه لاگین میشیم. اینجا اگر شما تلفنمون رو وارد بکنیم، ورود کلیک بکنیم، آیکون شروع میکنه به چرخیدن و باید روی موبایلمون یک SMS دریافت بکنیم که میبینیم اومد. اینجا من یک ارور دریافت کردم که واسه اینه که میگه یوز کلاینت رو اینجا ننوشتید. من نوشتم ولی خب میبینید که غلط املایی داره و برای همینه که با خطا مواجه شدم. یک بار دیگه وارد لوکال هاست میشیم و این بار میگه که شما وارد شدید و حالا ما چون سشن داریم و باتن خروج رو بهمون نمایش میده. بذار یک بار دیگه رو خروج کلیک میکنم، از اپلیکیشن خارج میشه. دوباره روی ورود کلیک میکنم، ازم شماره تلفن میخواد. روی ورود کلیک SMS باید اینجا روی موبایلمون دریافت بشه. اینو وارد میکنم، روی ثبت کلیک میکنم و میبینیم که وارد اپلیکیشن میشیم و صفحه هوم پیجمون این بار دیگه خروج بهمون نشون میده. کلیت اپ همینه. فقط اینو خاطرتون باشه که برای خطای خدماتی باید از پترن ملی پیامک استفاده بکنید و یک مقدار این فانکشنی که اینجا نوشتیم، متفاوته. اونجا باید از یک پکیجی استفاده بکنیم. پکیج مال خود ملی پیامک نصبش میکنیم و یک آبجکتی ایجاد میکنیم، یک وریبلی با اون پکیج و از حالا اون آبجکت یه دستوراتی داره، مثلا سند، مثلا شاید دریافت، یه دستورات متفاوتی که حالا اون دستورات هرچی هست تو داکیومنتیشنشون هست. فکر میکنم سند رو حتما مطمئنا داره و برای این خطای ساده که یک محدودیتی دارن از یک API endpoint استفاده میکنیم برای اینکه یک ریکوست ارسال بکنیم و حالا اون سرویس، چه ملی پیامک چه سرویس دیگه ای، اون ارزان بزرگشون SMS یک بار مصرف رو برای کاربرمون ارسال میکنه. در کل همین بود. پروژه کوتاهی بود، میخواستم SMS هم بهتون بگم. امیدوارم که کمک کرده باشم. موفق باشید.